سلام دوستان به HB گیم. نه این بار نه. به HB خوش اومدید و همونطور که تو اتفاقات اخیر متوجه شدید اسم چنل من ثابت شد بالاخره بعد مدت‌ها و البته امروز اومدیم که در رابطه با اتفاقات اخیری که برای خیلی از یوتیوب چنل‌های فارسی اتفاق افتاده بحث کنیم. خیلی قرار نیست وارد حاشیه‌های یوتیوب بشم چون که میدونیم که بالاخره در کل یه سری اتفاقات متفاوت افتاده و ما نمیتونیم همه‌شو توی این ویدیو خلاصه بگیم. من فقط اون مشکل اساسی که اکثر کانتنت ورکرها دارن رو فقط بهتون میگم تا یه جوری هم کمک به خودم بشه و هم به کانتنت ورکرهای دیگه. پس حتما با من همراه باشید. اگه این نواخت دقت کرده باشید خیلی از یوتیوبرهای فارسی که ما تو ایران دارن با مشکلاتی ویو و ویدیوها و لایک و ساب ها دست پنجه نرم میکنن. یکی از دلایل عمده‌ای که خیلی از همین یوتیوبرها معتقدن که همین عامل اصلیشه استفاده کاربران از فیلترشکن‌های نامطلوبه که باعث شده که خیلی از کاربرانی که الان ما تو یوتیوب فارسی داریم که همین الان هم ممکنه در حال تماشای یه ویدیو یا در حال ساخت یک کانتنت باشن به مشکل بخورن. ولی حالا مورد اینجاست، چرا باید این اتفاق بیفته؟ توی این مورد باید بگم که یوتیوب بی تقصیر نیست. یوتیوب تو این اواخر متوجه فعالیت‌های مشکوکی تو بستر یوتیوب فارسی شده که از جمله از اینها به ویوهای فیک اشاره میکنه که یوتیوب اومده با یه حرکت کاربران یوتیوب رو مورد هدف قرار داده که باعث شده خیلی از ویوهای فیک در بستر یوتیوب فارسی پاک بشن و این اصلا مورد بدی نیست و یه جای پوینت مثبت محسوب میشه. ولی کجای این کار اشتباه پیش رفته؟ یوتیوب درست برای شناسایی ویروهای فیک اومده از آیپی اون ویور استفاده کرده و اون آیپی ویور رو مورد هدف قرار داده که از اونجایی که همه ما برای تماشای ویدیوها ممکن است فیلتر شکن‌های یکسان یا آیپی های یکسان استفاده بکنیم و بهشون وصل بشیم، باعث میشه که این مشکل به وجود بیاد. بذارین یه ذره دقیق‌تر براتون توضیح بدم. شما برای مثال فکر کنید که من یه یوتیوب هستم و من این اواخر متوجه یه سری ویوهای فیک یا چند سری آیپی های یکسان توی شبکه‌های رسانه‌ای خودم شدم. من میام اون آیپیایی که یکسان بوده رو مورد بررسی قرار میدم و متوجه شم که اینها توی یک نقطه هستن و همینجا هستش که باید بین این دوتا آیپی یه مقایسه رو بندازم که ببینم کدوم آیپی واقعیه و کدوم کیه و میام بر اساس بیشترین فرضی که بین این دوتا آیپی وجود داشته میام هر دو مخاطبا رو بررسی میکنم و اون آیپی که یا همون مخاطبی که بیشترین فعالیت رو داشته اون رو واقعی اعلام میکنم و اون مخاطبی که با اونی که آی پی هستش که وصل شده با اینکه یکسان هم بوده حالا در صورت وقتی میبینم فعالیتش نسبت به این یکی کاربر کمتر بوده و با این آی پی مثلا کمتر بوده میام اون کاربر دوم رو کیک حساب میکنم. این دقیقا همون اتفاقی هستش که الان داره تو بستر یوتیوب فارسی میفته. شما در نظر بگیرین 3 میلیون مخاطب فعال ما تو یوتیوب فارسی داریم که همشون بدون استثنا دارن از فیلتر استفاده میکنن که من رفتم براتون این آمار رو به دست آوردم. سعی میکنم این آمار رو توی درصد بهتون توضیح بدم. شما فرض بگیرید که 76% مخاطبایی که ما داریم توی ایران بیان از یه برنامه و از یه آی پی یکسان استفاده بکنن. البته این هنوز یه سری موردی داره. یوتیوب هنوز موفق به اسکن کاملشون نشده. البته در حال حاضر تا به الان اونطوری که من رفتم بررسی کردم و اون آمارایی که در موردش گفتم اینجوریه که یوتیوب موفق شده که یه تعداد کمی یعنی تقریبا 27 26 همچین تعدادی رو مثلا بررسی کنه که اگه من بخوام بهتون مختص بگم احتمالا تو بازی رنج 34% تا 47% باشه و فقط 24% از کاربران یوتیوب فارسی ما داریم که همچنان دارن با آی استفاده میکنن که هنوز یوتیوب نتونسته شناساییشون بکنه و این یعنی یک فاجعه بزرگ. این یه تیکر رو من برای اون یوتیوبر تازه کار میگم دوستان. اگه نمیدونید فرق نمیکنه که چقدر شما زحمت میکشین، فرق نمیکنه که چقدر پول آگهی گذاشتید. در صورت یوتیوب متوجه چند تا آی پی فیک یا هم بهتر بگم آی پی یکسان بشه میاد ویو، لایک و ساب شما رو کلا شیفت دیلیت میکنه و به خاطر همینه که یوتیوب فارسی به یک بار اینقدر خاک تو سری شده. خب بس دیگه، حالا راهکاراش چیه؟ چجوری میتونیم این مورد درست بکنیم؟ بهتون اطمینان نمیدم ولی بین این موردایی که من میگم اکثرشون کار کرده و مؤثر بوده یه جورایی و باعث شده که اون ویورایی که در از وجود داشتن شیپ دیلیت نشن. یکی از بهترین راهکارها اینه که یه فیلتر شکن بخریم. دوستان به خدا ضرر نمیکنید. یه مقدار پول میذارید و یه فیلتر شکن ثابت میخرید یا حالا فرق نمیکنه حتی میتونید اشتراکی شده بخرید. اگه براتون سوالی که فیلتر شکن از کجا بخریم یا من از چه جور فیلتر شکن استفاده میکنم، من به شما نیم نفس رو پیشنهاد میکنم. یه کانال تلگرامیه که فیلتر شکناشو میفروشه و خیلی هم خوب و موثر بوده و تا به الان هیچ قطعی نداشته.
البته گاهی وقتا یه سری مسائل امنیتی پیش اومده و باعث می‌شده که یه بار سرورشون ریجستر بکنن که در کل زیاد چیز خاصی نبوده و من در کل هیچ ایراد خاصی از سرورشون تا به الان ندیدم. اگر مثل بیشتر افرادی که الان ما تو جامعه داریم پول ندارید و نمیتونید اینجور فیلتر شکن رو تهیه بکنید، بهتون توصیه میکنم از کانفیگ های رایگان توی تلگرام ها سعی کنید استفاده بکنید تا حد امکان. اونا هم اتصال خوبی دارن و همچنان اف بی رو رد کنی میکنن و در کل ایمنه باز، یعنی باز یه جوری اون کارکرد اصلی رو میده. و مورد دوم، اصلا از فیلتر شکنی که همه استفاده میکنن، یعنی شما رو جز به اون 76% میکنن، اصلا استفاده نکنید و در عین حال اشتراک اونا رو هم نخرید. حالا علت اصلیش چی دارم میگم، نمیخواستم تبعیض‌گراشم ولی واقعا توی این مورد باید بهتون توضیح میداد. خیلی از افراد میرن درخواست میدن به اینا، میرن یه سری از اکانتاشون رو براشون آماده میکنن، میخرن میزنن به اینا میدن که در کل اگه بخوام به چند سری از برنامه‌ها اشاره بکنم مثل هات اسپات، بتل وی پی ان یا همین اکسپرس وی پی ان، اینها درسته که اتصالتون رو به اینترنت عالی میکنن و شما خیلی راحت وصل میشید، حالا چه بهتر که مثلا اشتراکش میخوان میزنن، ولی بازم هیچ فرقی نمیکنه. یوتیوب در از چطور بگم، اینا یه جور واسطه برای اینکه بتونید شما به یوتیوب وصل بشین دیگه. و اینها دقیقا هم کسایی هستن که اطلاعات شما رو دوباره دستی به یوتیوب میدن و میگن یا آی پی شما یکسانه و دوباره میان ویو شما رو شیفت میکنن. و آخرین مورد که برای خیلی از یوتیوبرها وجود داره که این مورد کلا مخصوص به یوتیوبراست. دوستان که یوتیوب دارید و همچنان دارین کانتنت میسازین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه یوزری به شما کامنت کرد یا ویدیوتون لایک کرد نمیزنن، سریع به اون ریاکشن نشون بدید. چون ممکنه که یوتیوب ببینه که وقتی شما به اون سریع ریاکشن میدین و توی اون ثانیه ریاکشن نشون میدید، ممکنه یوتیوب دیگه اون ویدیو رو فیک حساب نکنه و اون شخص رو شیفت دیلیت نکنه و این باعث میشه که یه جوری اکانت خودتون، یعنی اون کانتنت های خودتون رو یه جوری سرزنده نگه میدارید. نمیخواستم اصلا در رابطه با این موضوع حرف بزنم و میخواستم این یه جور چنل گیمینگ باشه، ولی با یه سری از شرایطی که من واقعا تو چنل مختلف دیدم و خیلی‌ها گفتن که حتما کامنت بذارین، لایک کنین، مثلا نفر دیگه، واقعا گفتم که یه بار باید این کانتنت رو برای همیشه برای خیلی از مخاطبان درست بکنم. امیدوارم که این ویدیو خیلی کمک بزرگی بهتون کرده باشه و حتما این ویدیو رو برای خیلی از دوستاتون به اشتراک بذارین، شاید یکم سطح علمی و آگاهیشون بیشتر بشه. و حتما اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنید و چنل یوتیوب منم ساب بکنید دیگه. کامنت با خودتون دوستان، من هیچ نظری در رابطه باش ندارم. مرسی که تا انتهای این ویدیو بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.